استاد یک دو سوال داریم میگیم. خب یکم سوالش یک در همین روزای نزدیک یک بحث گوش کردیم بین یک برادر افغان و اون یک شخص دیگه ایرانی بودن. نمیدونم میشناسید نمیشناسید، ابو محمد کردی میگن، تکفیری است، یعنی چهار امام تکفیر میکند. خلاصه این برادر پرسید که کفر اینا چی است. یک قول از امام شافعی ذکر کردن، گفتن که او امام شافعی رحمه الله گفته باشد که یک مرد با زن زنا میکند، از اون زنا دختر به دنیا میاد و اون دختر اگر به وی رسد، فردا همین مرد میتواند که با همون دختر ازدواج کند، چون که این دختر برای اون مرد یعنی که بیگانه است. آیا همین حقیقت دارد ندارد؟ نمیره خواستم فهمم. یعنی همین حادثه با امام شافعی شدنش حقیقت دارد یا ندارد همین نمیگوید؟ بله بله استاد، آیا همین قول امام شافعی رحمه الله است نیست؟ من عیناً همین مسئله قول امام شافعی اطلاع ندارم، ولی همین مسئله خلافی هست. یعنی آدم با دختری خودش، دختری که از زنا به دنیا آمده است، آیا ازدواج کرده میتوند یا نه؟ همین خیلی گفتن میتوند، گفتن امام شافعی و قول این آدم. بله بله، گویا که نه امام شافعی گفته که میتونه. مثلا یا آدم نعوذ بالله زنا کرد، از همون زنا دختر تولد شد، باید دختر تا روز قیامت این هم گرفته نمیتوند، بلکه پسراش هم گرفته نمیتوند. پسرای همین مرد، چون که باید خواهر حساب میشه. چون که وقتی که جریج عابید در حدیث آمده است که یک زن زناکار با یک به نزد جریج آمده زنا کرده میخواهد که جریج زنا نمیکند، بعد میرد به یک چوپان که زنا میکند و آمده به در نزد خلق میگه که این کودک جریج میگه، این کودک جریج است میگه. یا زنه که فاحشه بود خودش میگه که این کودکی که من تولد کردم، کشید میکروفون تو، کودکی که من تولد کردم از جریج است میگه. بعد مردم آمده، جریج یک عابد بود، یا آدمی که به دینداری و پرهیزگاری مشهور شده بود، این نصرانی بود، زمانهای پیش از اسلام بود. آمده مردم سومعش میشکنن، ویران میکنن، خودش قریب کشتنی میشن. بعد میگوید که کنی کودک کنی؟ گفت من کودک. بعد همین کودک میپرسد که دستش بالای شکمش میموند، میگه که من ابوک، پدری تو کی است؟ پدری تو کی است؟ گفت فلانونی راعی. میگه پدری من فلان چوپان است. میگه فلان چوپان پدری من است. میگه این پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن. بنابراین بعضی علما گفتن که همین گپش فلانچی پدری من گفتگیش دلالت میکند که از زنا باشدن وای پدر حساب میشد. فهمیده دلیل از کجا آوردن؟ بنابراین اگرچه مثلا امام شافعی خطا باشند در همین مسئله، تکفیر کرده نمیشد امام شافعی رو. اینا بزرگان ملت اسلام هستند. یعنی کسانی که تکفیر میکنن خداشون بی اصل و بی نسب و شخصیتاشون معلوم نه، مجهول العین و الحال هستند. اینا آدمای گوش کرده وقتاتون رو ضایع نکنید برادران. آدمی که قدری وقتش میداند، میخه نوارای عقل در آمده یک تا پرسماتر نشود اقلا. یعنی بهترین کار ایگنور، اهمیت نمیتید اینا. بله بله استاد، جزاکم الله خیرا. شنیدیم شما را.